диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷунуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. S Production тақдим мекунад. یوسف چیزی گفتنی باشی برایم بگو. برای از راه زدنی هم کلان و هم خورد دیه به علی معلم مگر شما یاری ندادید؟ برای او میمیری؟ میمیرم. به همه کارازی میشه. میشوم. اگر این طور باشد مشترک که دراز شد به جبار میرسی. وگرنه علی میمیرد. تعیینات علی کیها برآمده است؟ چی؟ چی طور شده است؟ چه طوره که بگوید خواه خواست خدا خواه بابای گوی که او هم در دل من است. اپای زهرا آمده خودت بگو. میتواند برود، یعنی اپام یا با علی معلم یا با جبار میرسد. چطور میشود؟ خانم چطور نظیره رو به حالش میماند؟ با من چی؟ من در فکری توی خودمون هستم. نقص فکر کرده جوابت رو بده. با او میرسی یا اینکه نمیرسی؟ میرسم. باور کرده جناب جبار؟ وعده ما وعده است. صاحبی دهه بالا جباره که نظیره را میگیرد. با یکدیگر شناس شویم گفتم. هم در کوچه، هم در بالای اسب، هم در تیراندازی و هم در جای خواب بودن است. در شهر تو رو کسی انتظار است؟ اگر کسی می داشتم امشب به اینجا نمی آمدم. قریب از ده هم می رفتم. شاید بر نمی گشتم. فقط به کسی نقل نکن. این سیرو نباید کسی فهمد. چرا؟ اگر مادرم فهمد تو رو می کشد. این شوخی است؟ از اکای عمر پرس، او می فهموند. پدر امروز به جنگل نمی روید؟ نمی روم. وقتی آخر نمی روید برای چی؟ خانم اجازت نمی دهد. او صاحب جنگل است؟ تو رو با رفیقانت بازی کن. صبحانه که تیار شد مهربان تو را فریاد میکند. با خیر است نظیره؟ حالا خروس فریاد نکرده در وقتی از آن از کجا؟ اکا خوراکه تمام شد؟ هیچ گم نه، یگان چاره میابیم.
апай Назира дар куҷои ҳозир ба даст меафтем. Бедор мешаванд охир. Зудтар, зудтар, зудтар. Касе бедор нашуд. Дар вақташ омадед. апай Назира дар таги дарахт чӣ кор кардед? Фотима. Хай апа. фақат суҳбат кардем. Суҳбат кардед? дигар боз чӣ кор мекардем? али муаллим туро дӯст намедоштааст? набошад чаро ин тавр ғамгинӣ? чӣ гап задед? илтимос ба ҳеҷ кас дар ин ҷо вохӯрдани моро нагӯй гуфтам. агар мободо фаҳманд модарам туро мекушад гуфтам. мекушад? мекушад. имрӯз ба деҳаи боло меҳмонӣ меравем. ба замини гузаштагони мо. ба зиёрати ҷаноби ҷаббор меравем ба хонаи ӯ. бо мардуми деҳаи боло во мехӯрем. беҳуда нагуфтанд ки дунё гузаро шумо тайёр бошед. тӯи духтари мо наздик аст. бой тӯи духтарамо наздик. راست میگویی. من به قهوه خونه میروم. قاسم جان قرضت زیاد شده است. چیکار میکنیم؟ چیکار میکردیم؟ خانم به ما به تو. اینا بینید طرز گپزنی را بین. وقتی چای نوشی باشد این طور گپ نمیزنی ها؟ ای یوسف سر را ویران نکن. حالا کار را آغاز نکردم. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر جنابی معلم. هر وقت خستید؟ راست. خوابتون نبرد چی؟ یوسف با من یک چوی میدادی باز آب. جنابی معلم شما یگان درد یا که یگان سیر دارید ولی غم نخورید. انا میبینید با مرور زمان همش خوب میشود. صبح بخیر علی معلم. صبح بخیر عمر. یوسف با ما دو چای. استغفرالله. تو حالا هم مهمان ما هستی علی معلم. باید صحبت کنیم عمر. بخیر است؟ بخیر. فرمانت برآمد چی؟ نه تماما دیگر چیز. خدای توبه. خیر گپ زن چی بود است؟ به یگان جای آرومتر میرفتیم. با نزدیک کل رویم. چای چی میشود؟ به نام من نویس یوسف. بعد می نوشیم. می نویسم و نویس گفتم. رفتیم. تو رو کسی انتظار است؟ اگر کسی می داشتم امشب به اینجا نمی آمدم. قریب از ده هم می رفتم. شاید بر نمی گشتم. این روی مولی که من نیت کرده بسته بودم. چی شد؟ صبح دمیده است. صبح بخیر. صبح خیر. این چی هفت؟
خدایا شاید باز تا سحر خواب نرفته در فکری دمیر بود. نگاره چشمانش ورم کرده است. یک روز اقلا جنگ نکنید نمیشد؟ نفیله دمیر در کجاست؟ در آشخانه صبحانه دارد. نظیره چی؟ در نزد پدرم صحبت دارد. کمی پس میفرایند. نفیله به دمیر بگو بوی رو به نزد دسترخوان بیارد. نظیره هم آید گپ دارم. حاضر. بعد سرم رو به کتف او گذاشتم پدر. او به من درباره خودش نقل کرد. من هم نقل کردم. بعد خوابمون برده است. شما به من گفته بودید که انسان وقتی که عاشق می شود دلی او چنان می زند که گویا همین حاضر پریده می رفته باشد. مادرم مجبور کند به جبار می رسم، اما دلم یک عمر علی گفته گم می زند. پدر گپ زنید، پدر گپ زنید، گپ زنید پدر، گپ زنید. خانم فریاد دارند، گفتنی دارند. مفید؟ تو ایستگاه اتوبوس با ما میروید؟ البته نه. خوب، خودتون میدونید. مبادا به علی یگون گپی گفتنی دارید؟ بله. تو که نزدی او میروی با او یک بار دیگر بگو که من دیگر پسر ندارم. چی میشد از بحر یک روی تو میگذشتید تو با من میرفتید؟ خبری خوش را با پسرمون هم رو میگفتیم. نگیان تو با فکرم عقلت را خورده ای. من آن کسی را که میراثی مرا رد کرده خود را مثل قهرمانان افسانه های سابیده در یک دهه معلمی کردنی است پسرم گفته نمیتوانم. باز این خبری خوش بوده است. من ماتم میگیرم. یک روز به شما هم از دهه بودنتان را به یادتان میارم. انسان از کجا بودنش را باید فراموش نکند. راهی سفید. رسیدم زنگ میزنم. رفتیم عارف. اطاعت خانم. با اشتهای تو من به مکتب میروم. امروز به مکتب نمیروی. چرا؟ امروز به دهه بالا میروی. ولی؟ زود رفته لباست رو عوض بکن. به دهه شما میروی مادر؟ دهه من اینجاست. یعنی از اونجایی که شما رو پیش کردند. چرا به دهه بالا میرویم؟ از فکر اویله دار شوی با جناب جبار نگشته ای؟ نه. نقص. رفته دهه خود را میبینی. مال و ملکت را. دمیر به دهه بالا خبر بده که به جناب جبار رساند نامزدی او امروز به زیارت او میرود. اطاعت خانم. با سبب رفتنتان زادگاهتان رو دیدن و به نزد مردمی که شما رو رانده بود همچون خانوم برگشتن نباشد. نظیره گفت که از اکای عمر پرس. او میفهماند. خانم هرگز نظیره را به تو نمیدهد. او در فکر دهه بالا است. نفهمیدم. این واقعی دیرینه. وقتهای جوانی خانم زمانی که او به بای رسید. خانم اصلا از دهه بالا است. آن وقتا دو دهه با یک دیگر دشمن بودند. آنها پیشی آب را بسته با زمینهایشان آب میماندند. ما باشیم از بی آبی رفته سربند آنها را ویران کرده آب را به دهه خود میگرداندیم. همه وقت خانم با بای عاشق می شود. آن وقتا بای با قوت بود. مستفیدان دهه به توی بای و خانم اجازت ندادند و خانم به دهه ما گریخت. بعد دیگر او را به دهه در آمدن نماندند. 5-10 سال پیشم به جنازه پدر و مادرش هم نماندند.
بعد از سربند ساختن زمین های ما تگ آب موند و دشمنی از بین رفت. یعنی ما همین تا فکر میکردیم، ولی بعد از آنی که جناب جبار به نظیره عاشق می شود وضعیت باز دیگر می شود. این با نظیره چی تعلق دارد نمیفهمم. خانم دخترها که با جبار دهد دو دیها یک جایه می شود. انا برای همین از دستش چیزی آید میکند. علی معلم تو راه میکشد، مرا هم دیگری را هم. اگر مرا دوست شماری از بر این عشق، از بر این عشق گذر. تو چی ها میگوی عمر؟ نه از خانم، نه از جناب جبار و دیگری من نمیترسم. من اگر کسی را دوست دارم هرگز از بهرش نمیگذارم. عاقبت این کار ناز نیست. از خانم ترسیده جنگلتون را، مکتبتون را، زمینتون را از دست دادید. حاضر باشد مثل ما بشو میگویی؟ نه البته. خانم گناهگار است و شما نه. تماما گناه ندارید. همین قدر بدی را یک خودش کرده است. مقابل او کسی برآمد. اگر یک دو کس مقابل می برآمد میتوانست. اینجا شهر نیست علی معلم. چی فرق دارد؟ قانونی که در شهر است در اینجا نیست؟ هست، ولی نه مثل آنه که تو میدونی. هم قانون و هم نظام در همه جا یک است. انا قانون، انا نظام. زمینت باشد شاه، آباد باشد سلطان. از روی کدام قانون مکتب را ویران کردی؟ از روی کدام نظام؟ یکم روزی مکتب طلبه ها خانم را دیده یک تا غیب زدن، قمر را از محبوبه جدا کرده دیوانه کردن. علی معلم حیات اینجا همین است. اگر کمی آوازم را بلند کرده باشم نرنج. منم از تو نرنجیدم. اما علی معلم حیات اینجا تماما دیگر است. از تشنگی یک چی شدیم قمر. در کجا میگردی؟ به سرچشمه آب رفته تازه‌اش را گرفتم. آب روان مگر افلاس می شود؟ نمی شود مگر. چرا نباشد؟ در حمام اول سرت رو میشویی. گفتی تو شود. تو همه چیز رو میدونی. میگویند که نظیره رویمالش رو به علی معلم داده است. راست است؟ نمیدونم. بگو ما هم خبردار شویم. نمیدونم گفتم کو. نگویی با تبر یک تو میزنم. زن میبینیم، زن کنی بینیم. راستش رو گوی. نباشد میزنم. میزنم. نمیگویم ابله، نمیگویم گفتم کو. قمر به خدا نمیخواستم، ناخواست شد. قمر به خدا میگویم ناخواست شد. ایستا نکن. ایست قمر، نکن قمر، ایست نکن. ایست میگویم. قمر آروم شو. قمر نکن. میگویم قمر ایستا. قمر نکن. ایستا. گریز. لا. محمد о салом апай зуҳро. то боздӣ? пинур нест? нест. имрӯз ба мактаб наомад. ман ҳам парешон шудам. ба хайр бошад. пагоҳ ба фикрам меояд агар чизе гуфтанӣ бошед. ба ӯ бигӯ ки дову ду рӯз намешавад. ман баъд аз пагоҳ ба деҳа меоям. ба киналикар? оре. ба назира, ба меҳрубон ва ба қамар хабар диҳед. албатта мегӯям.
قمر نگار چی کردن؟ کی این رو کرد؟ نگار چی کردند؟ شد غمگین نشو نواش میبروید مایلاش قمر نغز مرا گوش کن با من یاردم لازم مایلاش باید نظیره رو ببینم با تو رومول رو نظیره داده است راست او را عاجلا باید بینم نظیره در کنالی قمر مرا فهمیدی نظیره رو باید بینم در کنالی کار بغیر از دختری خانم دیگر دختر نیافتی که عاشق شوی قمر کار کلان نشده از بار این عشق گذر علی معلم دیوانه رو گوش کن تو و نظیره رو بسیار غم میدین من طاقت کردن نمیتوانم قمر باید نظیره رو بینم تو راحت را انتخاب کرده ای تو زندگی را دیده ای بس کردم دیگر گفتنی ندارم خدا خواهد شبانه خدا خواهد شبانه خدا خواهد خدا خواهد کاش که با طیاره رفته می توانستید نگهان خانم بسیار افسوس که تا آنجا فقط با همین اتوبوس رفته می توانید اگر خواهید اجازت گرفته تا کنالی کار برده مانم رحمت عارف لازم نیست امین هستید؟ ها من تا حالا به اتوبوس نشستم در بین مردم هم نگشتم نگهان خانم اگر اجازت می دادید یک چیز می گفتم جناب علی به فکرم به شما رفته است اون ناوابسته از آن که دارنده از همه وقت دستیاری دراز می کند زر و زیور مهم نیست عارف در این دنیا هیچ چیز ابدی نیست اصلا خوشبختی من در آن است که من همین خیل فرزند دارم راست وقتتان رسید خانم راهی سفید نگهان خانم به علی سلام رسانید رحمت چی شد؟ چرا این طرف پوشیدی؟ زبیده است به من با این لباس در دیهان نگر شوهر میجوییم اگر با جدا نشویم مایلش هیچ تو زنها رو نفهمیدی آدم یک زبیده است بسیار زیبا شده میگوید کنی بگوی بسیار زیبا من آدمی رشکین این برای من نیست ای خدایا به نزدت آمدنم خطا بوده است به کجا میروی؟ اگر مادرم از خانه بر آمدنم رو فهمد میکشد به دهه بالا میرویم کجا؟ به دهه جناب جبار پروردگارم یعنی چندین سال پس خانم به دهه بالا میرود البته میروم تو حالا مادرم رو نشناخته ای اگر او رو اجل نگاه ندارد خواستگیش رو میکنم مقصدی رفتنش چیست؟ از روی گفته مادرم شناس شوی ولی در اصل نزد آن مردمی که او رو نمیموند فخر کردنی است به مادرت بگو که منم با شما روم آها این چرا بوده است؟ من دامادی خانه بای نمیشم از حاضر مرا باید شناسند تو من را نه بلکه دامادی خانه ما شدن میخواهی این طور نگوی جانم تو جانی منی اصلی منی شوهری تو شدن میخواهم میفهمی خیلی شد بس اکنون من باید روم این
چه لباسی سوپ سرخ؟ لباسی مکتبی هم از این 1000 بار زیباتر است. تو در یک سال 1 یا 2 بار میپوشی. ما چیکار کنیم؟ به مکتب روید؟ یا توبه، وقتی مکتب روی گذشت. بس از 5 سال خواندم. برای دمیر من تو را دوست می‌دارم گفتن بس است. پینار، تو با من برابر نشو. اپا عصبی نشو، شوخی کردم. انا همین خیل. اپا چی میگویی؟ به محمد خبر میدادم. وای مرا در درآمدی ده انتظار است. دیوانه شده ای؟ این روی مول رو در خاطر داری؟ در وقتی از ده بر اومدنم پوشیده بودم. در کنج صندوق امروز رو انتظار بود. رنگش تا حال عوض نشده است. مثل که همان روز بود. انا خودش همین جا یوسف گفت خانم به دهه بالا می رود. امروز انیق می روند. 1 ساعت پس از نزد قهوه خانه می گذرند. از نزد فالبین آمدی یوسف؟ از کجا می دانی؟ به نزدیکی داماد خانه بای می شوم. و من هم خبر دادن که می روند. کمی پس می بینید. با اونجا سعید گوش میکنم. همه چیز در وقتش تیار شود سعید. اگر کم بودی شود تو را جزا میدهم. جناب شما کی از من ناراضی بودید؟ نوازنده ها را هم تکلیف کن. رقاصه هم باشد. گفتی شما شود ولی چی؟ مردم آمدن خانم را فهمیدن ناراضی‌اند. در وقتش موسفیدان به قرار آمده بودند که خانم دیگر به دهه نمی‌دراید. جناب جبار قرار آنها را پسند نمی‌کند میگویند. می‌ترسند که به سرشان یگان فلاکت روی ندهد. تو را میان رو کردند؟ نه، با کدام حقوق؟ بگو اگر در حرمت، در خدمت و در بوسیدن دست یگان کم بودی شود فلاکت را آنگه می‌بینید. چیکار میکنیم؟ در خانه خوراک نمانده است. چی هم داشتیم مهربان؟ اکم راهش را میابی میگوید ولی به ناحیه میرفتیم یگان کار میافتیم. خانم را مگر تو نمیدانی؟ آنجا هم گپش میگذرد. اگر آنجا کار یابم 2-3 روز پس باز پیش میکنند. تماما دیگر نشده است مثل پیشتره. خانم شده است گفتند باور نکردم راست بوده است. پدر همین است همون سریا.
همین است. باز شرم نکرده بعد از چند سال اسب سواران به ده آمد. یعنی دهه مادرم همین بوده است. خوش آمدید سریا. تشکر آمینه. خوب هستی؟ تشکر خوبم. نرنج از اسب فرامدن زبی من نیست. میدونم خانمی دیه شده اید. تو چیکار کردی؟ به شوکی رسیدی؟ ندادند. 1 سال پس پدرم به جناب حسین خاندارم کرد. شما او را میشناسید. او 1 سال پس از نکاح بندگی کرد. همدردی مرا قبول کن. تشکر. میدونی چی فکر دارم سریا؟ مردم از تو رنجید، از وطن دور زیستی، غمگین شدی، جانت در عذاب بود، ولی شما انتخابی درست کردید. انسان اگر با محبوبش همراه نشود آینده ندارد. به دهه بالا خوش آمدید. تشکر جناب جبار. این بگاه به شرف نظیره می نوشیم که به نزدیکی خانم شما می شود. می نوشیم. نوازید، رقصید، خرسندی کنید. از هر دو حال فکر دارم. حاضرم همین تا فکر میکردم، ولی مقابل خانم بر آمدن نادرست است. اکنون ما در اینجا زیستن نمیتوانیم. اکا امروز با مهربان گپ زدیم. اگر به ناحیه رفته کار یابم این خبر در 1 هفته به خانم میرسد. راست نباشه چی کار میکنیم؟ از اینجا کوچیدن نمیتوانیم. میکوشیم مهربان، دیگر راه نداریم. اکا به کجا میرویم؟ به کجا میکوچیم؟ با استانبول نزد تقوی علی میرویم. 1-2 روز آنجا میستیم، بعد میبینیم. میشود. اونجا شهری کلان است، راه را نمیدانیم. دیگران هم نمیدانستند رجب. رفته چیزی چورت را جمع کن، پگاه میرویم. چی گفتم؟
марҳамат али муаллим. ناراحت نکردم ها؟ астағфирилла. بفرمایید. ба фикрам гуруснаӣ. ҳозир ман ягон чи تشکر سیرم. صحبتی ما هیچ از یادم نمی رود. علاوه بر این در نتیجه شما عذاب کشیدید. تو ما را مگر مجبور کردی؟ کاش که ما مکتب را کشاده می توانستیم. کاش که از دست ما این کار می آمد. ولی ما این را نتوانستیم. می کشویم عمر. یک روز نه یک روز می کشویم. یک روز نه یک روز. علی معلم، ما میکوشیم. چی؟ خانم ما رو در اینجا نمیگنجاند. انسان وقتی که باخت باید قبول کرده، از نو آغاز کرده تواند. عمر سفسطه نگو. حالا کمی مبلغ دارم، لازم باشد. ما تیارخور نیستیم. کار میکنیم. کار نمیدهند. عمر پس از گشاده شدن مکتب تو رو با رجب کار میگیرم. در مکتب یوری میدید. علی معلم، حالا تعییناتی تو نبرآمده است. برآمدنشم انیق نیست. خانم شناسی بسیار دارد. من پسری 9 ساله دارم. تو بازناز میکنی؟ آدم برای تو چیهایی که نمیکند؟ با من هیچ چیز لازم نیست. با کجا اپا؟ بیا رفتیم. تو نمیروی؟ چرا به غضب آمدی؟ دمیر تو ایست. کمی صحبت میکنیم. در چی باره صحبت کنیم؟ به تو میرسم گفتم کو. یکی اگر نرسی از فکرت گردی. اگر همین شود قسم تو را میدوستم. کسی پیش رو هم را گرفته نمیتواند. نه مادرت، نه پدرت، نه وی معلم. موی سرت دراز شده است نظیره. سبب انتظاری من فقط در آن است که عرف و عادت ویران نشود. اگر نه نظیره میرویم. تو به نزد خواهرانت برو. از حد گذراندی جبار. شاید راست باشد. نقص فهمیده سریا. این کار یا با نقصی یا با گندگی حل می شود. قمر در این نیمه شب به کجا می رویم؟ آیا تو نظیره رو دیدن میخواهم نگفتی؟ من باشم خدا خواهد شبانه نگفتم. گفتی؟ وقتش رسیده است. نظیره در همین جا است؟ نه ولی میآیم. تو حاضر به خانه من بیرم و در آنجا انتظار بشم. ما با آنجا میآییم. چطور؟ بیرم یا الله. بیرم.
ای الله عروسان زیبای ما میآیند. خاموش ابله. دمیر بیان است. تو میگویی که ما هم به عروسان مانندیم. مگر نیستید بینید مردم با تبریک نظیره برآمده است. سفسطه نگو قمر. کدوم مردم عروسی نو نمیبینی؟ مردم دهه بالا. قمر باز کی رو میبینی؟ از خود ناحیه حاکم آمده است. بین به من فرمودن که عروس را به سیر برم. به سیر برده مکافاتم را میگیرم. نرس دمیر. مان عروس سیر کرده عادت کند. توی نزدیک است. کمی پس برگردانده میآورم. خانم یا الله تو انشالله نزدیک است. یا الله قمر بیا برگردیم. ببین اینجا تاریک است. ما خودمون به تاریکی رفته ایستادیم. آنجا کسی انتظار است. به فکرم تو تماما نقلت رو خوردهی. مادرم به غضب می آید. بعد تو رو باز می زند. بیا شد اسب رو گردان. نمیگردانم. آنجا تو را انتظارند. قمر سفسطه نگوی. در این وقت شب مرا کی انتظار است؟ من با تو گفته بودم که من نظیره رو میارم. باز دایره زده آوردم. تشکر قمر. ما امروز به دهه بالا رفتیم. میدونم. من با دل ناخواهم رفتم. میدونم. علی من به جبار میرسم. میدونم. میدونی؟ از عمر پرسیدم. همش رو میدونم. از آن جایی که من آمدم اگر دو کس یکدیگر را دوست دارند نه قسم و نه عرف و عادت را نگاه نمی کنند. از آن جایی که من آمدم شکستن قسم و عرف و عادت با جان دادن برابر است. جانی که تو میگویی در اینجاست. وقتی که در دل تو در دل من تو. نه این و نه وای مهم نیست نظیره. از جناب جبار نمیشوی نظیره. اگر مرا دوست داری نمیشوی نظیره. کاش ما در اون جایی که تو میگویی شناس میشدیم. کاش در دنیایی میبودیم که در آن نه مادرم میبود و نه جبار. چون که من تو رو خیلی هم مثل خانم هم مثل جبار در همه جا هستند. از آنها گریخته نمیتوانیم. همه وقت وا میخوریم. ما فقط از دستمان یک کار میآید. طاقت کردن. چون که من هم تو رو خیلی دوست می‌دارم. قمر در کجاست؟ از کجا میدونم؟ او دیوانه است. مرا در اونجا تنها گذاشته خودش به کجای غیب زد.
چای قهوه نه رحمت نمیخواهم. شما نه شما چی چای میخوام. چایشان به من پیسه نآمد. که مزه دارد و چای نه. حالا دور است؟ حالا نه، نیمی راه رو طی کردیم. پس از فر اومدن باز 2 ساعت راه است. همین طور. به طرف های ما یکم بار می آید؟ بله، راه هم دور بوده است. به کجا می روید؟ به کدام دهه؟ به کنالیکر. من هم به همان طرف می روم. پس از فر آمدن تا دهه بالا باز با دیگر نقلیات می روم. دهه شما دورتر است؟ دور است، با نقلیات 1 ساعت. شما را پیشواز می گیرند؟ من یگان نقلیات می یابم. شوهری من با نقلیات آمده مرا پیشواز می گیرند. از کنالیکر می گذاریم. شما را در همان جا می فراریم. با نقلیات؟ با نقلیات. با علی معلم خیر و خوش نکرده می رویم. اگر او رفتنی تو را فهمد غمگین می شود. تو این را می خواهی؟ نه نمیخواهم. اکا اقلا به نظیره. مهربان، من با کسی باختم، تسلیم شدم، گفتن قوت ندارم. اگر تو داشته باشی ما تو را در برآمد دهه انتظار می شویم. خوش آمدید خانم. تشکر حمزه. مرحمت رای سفید. نقلیات؟ نقلیات؟ حمزه خانم رو تا کنالیکر میبریم. ما در خدمت هستیم. اینجاها رو نمیبریم. مرحمت ینگه. کنه گذار. آهسته آهسته. اول 1 پای. انا همین تا. شینید. شینید. نترسید با حضور شینید. حمزه خانم به نزد پسرش آمده است. در کنالیکر معلم بوده است. چیه در آنجا مکتب گشادند؟ این کاری خدا را بین. شکر خدا. تو از استانبول از دیدار پسرمون میایی. ینگه باشد به دیدار پسرش میرود. ما هم درباره همین گپ زدیم مگر نه؟ خود را ناراحت حس نمیکنه ده؟ البته مثل نقلیات های شما نیست، ولی از آن ما هم بد نیست. خوبم پروا نکنید. عمر عمر راهی ما از اینجا جدا می شود. من به کدام طرف باید روم؟ بین انا این راه رو بین. 5-10 دقیقه پس در کنالیکر می شویم. من می ترسم. سگ یا دیگر چیز نیست در اینجا؟
یافتید از چی ترسیدن را؟ یک دو سنگ میپرتاید گریخته میرود. فو میگوید. همینطور. تشکر زیاد برای یاردم دادنتون. رحمت. آن طرف. قمر چه شد علی معلم؟ نظیره رو دیدنی؟ قمر عمر رفته است. می آید؟ نمی آید قمر، تماما رفته است. از دیه رفته است. یا الله! بگو کجا رفت؟ کی؟ اکای عمرم تو دیدی؟ قسم میخورم که من ندیدم. خانه‌اش رو خالی کرده است. اگر به ناحیه میرفتند از همینجا میگذشتند. پس از آمدن من کسی نگذشته است؟ یوسف اگر دروغ گفته باشی. خدای خداوندا قسم میخورم که کسی نگذشته است. علی مادر پسرم سحری بر وقت چی بوده باشد؟ آه پسرم جانکم. مادر شما چطور به اینجا اومدید؟ چطور افتید؟ شکر در اتوبوس با یک زن دیگه شنا شدم و او مرا تا اینجا با عربه آورد. تلفنت همه وقت دست نارس بود. برای همین خوش خبر را خودم آوردم. خوش خبر؟ بله تعیینات تو برآمد. اکنون تو معلم رسمی همینجا هستی. خدایا چه خوش خبر! یا الله یا الله